از اونجایی که خیلی بیشتر از صدای من استقبال شده تا کار شیرینی پزی و کیک پزی من، گفتم که بیام اینجا صحبت کنم براتون بیشتر. خب چطورین؟ چه خبرها؟ این کیکو که درست میکردم یه آهنگی از توی ناخودآگاه هم اومد بیرون که مال خیلی وقت پیشاست، داشت هی تو ذهنم پلی میشد. میخوام ببینم چند نفرتون میتونین حدس بزنین که این آهنگ مال کیه، اصلا شنیده بودینش یا نه؟ یه زمانی خیلی معروف شده بود. میگه که تو خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی و که شیرینی که به دل